دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب این سریع بریم سراغ معرفی این سایت که شما میتونید توی این سایت آمار سایت های کسب درآمده بگیرید. خیلی راحت شما میاد اینجا، مثلا این سایتی که به تازگی اسکم شده، من میام اینجا آدرس سایت رو کپی میکنم دقیق که چیزی از قلم نیفته. خب میام توی این بخش و شما هر 2-3 روز یه بار لازمه که حتما سایت های کسب درآمد اینجوری بیایید و آمارشون رو در بیارید و نظرات کاربرا رو در مورد اون سایت ببینید. خب ببینید این سایت دقیقا همون سایتیه که من دنبالشم، آدرسش رو چک میکنم و کلید میکنم روش و میریم که نظرات کاربرا رو ببینیم. خب ببینید امتیاز پایینی داره، 2.9 از 5 و امتیاز پایینیه و میبینید که تمام کاربرا رأی منفی دادن و میبینید که اسکم شده و دقت کنید که شما تو این سایت ها سرمایه گذاری نکنید و حتما هر چند روز یه بار بیایید حتما این آدرس این سایت ها رو تو این سایت بزنید و آمارشون رو بگیرید. مثل این سایتی که میبینید اول ورودی سبز رنگ، این یه دلیل خوب بودنش. حالا و اینکه آدرس سایت رو کپی میکنیم و وارد قسمت سرچ سایت میکنیم. خب دقت میکنیم با آدرس سایت که آدرس سایتمون اینه، مشابه هم داره، ولی حتما به آدرس دقیق سایت دقت کنید، روش کلید میکنیم. خب میبینید از 5 امتیاز 4.6 داره و اکسلنته و میبینید که 89% کاربرا نظر مثبتی داشتن. حالا این چند درصد هم باید ببینیم که برای چی بوده که نظرشون منفی بوده. احتمالاً برای تایم بالای بازگشت سرمایه‌اش بوده که خب هر سایتی قوانین خودش داره و نظرات مثبت خیلی زیادی داره. شما میبینید که خیلی زیاد نظرات مثبتی داره و خودتون حتی میتونید بیایید اینجا ترجمه کنید و به ساعت اون نظرم دقت کنید که خیلی ساعت بروزی باشه و خیلی مهمه که خب شما میتونید اینجا نظرات هم ترجمه کنید و استفاده کنید. لینک این سایت رو براتون میذارم تو قسمت توضیحات، امیدوارم مفید بوده باشه براتون و حتما هر چند روز یه بار خیلی مهمه که بیایید تو این سایت و آدرس سایت های دیگر رو بزنید و آمار سایت های کسب درآمد خودتون رو از این سایت بگیرید. امیدوارم پیروز و سربلند